در این ویدیو به تمامی جزئیات دو منوی بای و سل میپردازیم و با تک تک قسمت‌های این دو منو آشنا میشین. پس تا آخر این آموزش همراه ما باشید. بعد از تعریف المان‌های اندیکاتور وارد منوی بای یا خرید میشیم که شروط لازم برای پوزیشن گیری های اکسپرت در این منو تعریف میشه. این منو از چند قسمت تشکیل شده که به جزئیات هر قسمت میپردازیم. قسمت اول که از یک سری فیلد تشکیل شده ورودی های این منو رو تشکیل میده. در فیلد اول شرط سمت چپ رو مینویسیم که شامل لیستی از 4 مؤلفه اصلی کندل ها یعنی کلوز، اوپن، های و لوی کندل میشه و همچنین المان هایی که در منوی قبل تعریف کردیم قرار داره که اگه به منوی قبل بریم میبینیم دقیقاً همین المان هایی که اینجا تعریف کردیم در لیست شرط گذاری هم قرار گرفتن. در فیلد سوم شروط سمت راست رو می نویسیم که دقیقاً مطابق فیلد اوله با همین 4 مؤلفه کندل و المان هایی که تعریف کردیم. در فیلد دوم یک سری از علائم وجود داره که برای نسبت و تقابل بین شروط چپ و راست مورد استفاده قرار می گیره. اگه بخوایم دو شرط چپ و راست رو برابر هم قرار بدیم باید از علامت اول که مساوی هست استفاده کنیم. اگه بخوایم شرط مساوی نبودن دو شرط چپ و راست رو تعریف کنیم باید از این علامت نامساوی استفاده کنیم. اگه بخوایم بزرگتر بودن شرط چپ رو نسبت به شرط راست در نظر بگیریم باید از این علامت بزرگتر استفاده کنیم. اگه بخوایم کوچکتر بودن شرط چپ رو نسبت به شرط راست در نظر بگیریم باید از این علامت کوچکتر استفاده کنیم. اگه بخوایم شرط چپ رو بزرگتر و مساوی از شرط راست در نظر بگیریم باید از این علامت بزرگتر مساوی استفاده کنیم. اگه بخوایم شرط چپ رو کوچکتر و مساوی از شرط راست در نظر بگیریم باید از این علامت کوچکتر مساوی استفاده کنیم. اگه بخوایم از کراس رو به بالا بین شرط چپ و راست پوزیشن بگیریم باید از این علامت کراس رو به بالا استفاده کنیم. و اگه بخوایم از کراس رو به پایین بین شرط چپ و راست پوزیشن بگیریم باید از این علامت کراس رو به پایین استفاده کنیم. که کاربرد تمامی این علامت ها رو در آموزش های جداگانه همراه با مثال های مربوط به هر استراتژی شرح میدیم. فیلد بعد که از اند و اور تشکیل شده به عنوان ارتباط دهنده بین شروط استفاده میشه. یعنی اگر بیش از یک ردیف شرط داشته باشیم و بخوایم همه شرط ها با هم اتفاق بیفتن تا اکسپرت وارد پوزیشن بشه باید از گزینه اند در انتهای هر ردیف استفاده کنیم. ولی اگر بخوایم با یکی از این شرط ها اکسپرت وارد پوزیشن بشه باید از گزینه اور بین شرط ها استفاده کنیم. یعنی به طور کل اگر از اند استفاده کنیم اکسپرت کمی سختگیرانه تر وارد معامله میشه چون باید تمامی شرط هایی که نوشتیم اتفاق بیفتن تا اکسپرت وارد معامله بشه. ولی در اور اینجور نیست. کافیه فقط موقعیت یکی از شرط ها برقرار بشه تا اکسپرت وارد معامله بشه. در فیلد بعد شماره سیگنال هر شرط رو وارد میکنیم. منظور از شماره سیگنال اینه که اگر شرط و موقعیتی که تعریف میکنیم
از چند حالت و چند سیگنال تشکیل شده باشه که هر کدام از این سیگنال ها با فاصله بیش از 1 کندل از هم قرار گرفته باشن، میتونیم برای هر کدام از این سیگنال ها به ترتیب عددی از 1 به بالا در نظر بگیریم. ولی اگه بخوایم تمامی این سیگنال ها در 1 کندل اتفاق بیفته، میتونیم به همه عدد 1 بدیم. به طور مثال اگر 2 شرط داشته باشیم که یکی کراس رو به بالای RSI نسبت به سطح C باشه و دومی کراس 2 مووینگ 7 و 21 نسبت به همدیگه باشه و بخوایم از برقراری این 2 شرط پوزیشن بگیریم، باید به این صورت شماره گذاری کنیم. اگه بخوایم این 2 شرط با هم و در 1 کندل اتفاق بیفته، میتونیم شماره سیگنال هر دو رو 1 وارد کنیم. ولی اگر بخوایم به اکسپرت بگیم این 2 شرط چه در 1 کندل و چه با فاصله چند کندل از همدیگه هم اتفاق افتادن پوزیشن بگیره، باید برای هر کدوم شماره سیگنال مختلف تعریف کنیم. به طور مثال شرط RSI رو 1 میدیم و شرط کراس مووینگ ها رو 2 میدیم. با این حالت حالا هر زمان شرط RSI و مووینگ با هم در 1 کندل و یا با فاصله چند کندل از هم اتفاق بیفته، اکسپرت وارد پوزیشن میشه. حالا جلوتر توضیح میدیم که چطور فاصله بین کندل ها و ترتیب سیگنال گیری رو تعیین کنیم. فیلد آخر از این قسمت شامل 2 گزینه تیک و ضربه دره که اگر بخوایم ردیفی رو غیر فعال کنیم که در شرط در نظر گرفته نشه، از گزینه ضربه در استفاده میکنیم و در غیر این صورت روی تیک قرار میدیم که به صورت پیش‌فرض هم روی همین گزینه تیک قرار داره. و اینکه بخوایم ردیف رو غیر فعال کنیم که از ضربه در استفاده میکنیم. این قسمت زمانی کاربرد داره که وقتی ردیف‌های متعددی رو تعریف کردیم و حالا بنا به هر دلیلی در خروجی اکسپرت خطا داشتیم و یا حین اجرای اکسپرت طبق اون شرطی که مد نظرمون بود عمل نکرد و به خاطر اینکه ایراد رو بهتر و سریعتر پیدا کنیم و ردیف هایی که نوشتیم رو نخواهیم دونه بدونه پاک کنیم تا این خطا و ایراد کارمون رو پیدا کنیم، میایم از گزینه ضربه در برای غیر فعال شدن ردیف مربوطه استفاده میکنیم بدون اینکه تک تک شرط ها رو پاک کرده باشیم. و زمانی که ردیف مورد نظر رو پیدا کردیم میتونیم اصلاح و یا حذفش کنیم و با این کار دیگه نیازی به حذف و دوباره نویسی همه ردیف ها نیست. قسمت بعد این 4 دکمه‌ای هستن که عملیات مربوط به ورودی ها رو انجام میدن. دکمه اول ورودی های بالا رو به جدول زیر انتقال میده و در واقع اد یا اضافه میکنه. دکمه دوم اطلاعات هر ردیف رو ویرایش میکنه، به این صورت که ابتدا ردیف مربوطه رو انتخاب میکنیم و بعد از تغییر و اصلاح روی این دکمه میزنیم تا اطلاعات اصلاح شده جایگزین اطلاعات قبلی بشه. دکمه بعد حذف ردیف یا ردیف های درون جدوله، به این صورت که ابتدا ردیف یا ردیف های جدول رو انتخاب میکنیم و روی این دکمه میزنیم که برنامه با پیغامی از ما میپرسه آیا از حذف این ردیف مطمئن هستید، که اگر اطمینان داریم روی اوکی میزنیم و اگر منصرف شدیم روی کنسل میزنیم. دکمه آخر هم تمامی نوشته های درون هر فیلد رو به صورت یک جا پاک میکنه و دیگه نیازی نیست تک تک اطلاعات درون فیلد ها رو دونه بدونه پاک کنیم.
قسمت سوم این منو شامل این جدول هست که خودش به دو بخش تقسیم میشه. یکی جدول شرط های ورود به بای که این جدوله و پایین تر از این جدول که اگه صفحه رو به سمت پایین اسکرول کنیم جدول شرط های خروج از بای قرار داره. اگه بخوایم اطلاعات بالا در این جدول قرار بگیره کافیه ابتدا این گزینه رو انتخاب کنیم و بعد از وارد کردن اطلاعات در این قسمت روی دکمه اد کلیک کنیم که به این جدول اضافه بشه. و اگر هم بخوایم در جدول زیر قرار بگیره یعنی شرط های خروج از بای رو بخوایم تعریف کنیم این گزینه رو انتخاب میکنیم و اطلاعات بالا رو اد میکنیم تا وارد این جدول بشه. پس جدول بالا برای شرط های ورود به پوزیشن بای هست و جدول پایین مربوط به شرط های خروج از پوزیشن بای میشه. آخرین قسمت از این منو آپشن و تنظیمات پوزیشن بای هست که با زدن روی این دکمه وارد یک صفحه جدید میشیم. این صفحه شامل 3 بخشه. بخش اول تنظیمات مربوط به استاپ لاس، تیک پروفیت و تریلینگ استاپه که هر کدوم از فیلدهایی تشکیل شده و با توجه به اینکه این قسمت رو به صورت جداگانه و به طور کامل به همراه مثال شرح دادیم در اینجا به صورت مختصر به این قسمت ها اشاره میکنیم. وقتی گزینه استاپ لاس رو انتخاب میکنیم این فیلد ها فعال میشن. فیلد اول شامل لیستی از 4 مؤلفه کندل و المان هایی که در برنامه تعریف کردیم میشه. فیلد دوم شامل گزینه های ماکسیموم، مینیموم و شماره کندل هست. فیلد سوم تعداد کندلی که میخوایم رو وارد میکنیم که بر اساس این تعداد استاپ لاس رو محاسبه میکنه. و فیلد بعد شامل 2 گزینه مثبت و منفیه که مثبت یعنی استاپ لاس رو به سمت بالا جابجا میکنه و منفی استاپ لاس رو به سمت پایین جابجا میکنه. فیلد آخر مقدار عددی است که با واحد پیپ تعریف میشه و هر مقدار که وارد کنیم استاپ لاس رو با توجه به علامت مثبت یا منفی به بالاتر یا پایینتر از مقداری که تعریف کردیم هدایت میکنه. به طور مثال اگه بخوایم استاپ لاس رو روی ماکسیموم قیمت های کندل در 30 کندل گذشته قرار بدیم یعنی 30 کندل گذشته رو بررسی میکنه و ماکسیموم قیمت که روی های کندل قرار گرفته رو بخوایم محاسبه کنه باید از فیلد اول های رو انتخاب کنیم و از فیلد دوم ماکسیموم رو انتخاب کنیم و فیلد بعد رو روی 30 کندل قرار بدیم. تا حد ضرر روی بالاترین کندل در بین 30 کندل گذشته قرار بگیره. و اگه بخوایم 5 پیپ بالاتر از این مقدار قرار بگیره این فیلد رو مثبت و فیلد بعد رو 5 پیپ وارد میکنیم و اگه بخوایم 5 پیپ پایین تر قرار بگیره از گزینه منفی استفاده میکنیم یعنی 5 پیپ پایین تر از اون مقداری که تعیین کردیم. حد سود هم به همین صورت انجام میشه و تمامی این توضیحاتی که در استاپ لاس دادیم شامل این قسمت هم میشه. قسمت دوم تیک پروفیت که آر به آر یا ریسک به ریوارد هست هر عددی رو به تناسب حد ضرر میشه وارد کنیم. به طور مثال اگه بخوایم حد سود رو 2 برابر حد ضرر تعیین کنیم در این قسمت کافیه عدد 2 رو وارد کنیم. گزینه بعد تریلینگ استاپه
که شامل لیستی از 4 مؤلفه کندل و المان هایی که تعریف کردیم میشه. به این صورت که کلوز 1 یعنی اگر پوزیشن توی سود رفت، استاپ لاس روی کلوز کندل قبل قرار بگیره و با رفتن توی سود حد ضرر کندل به کندل روی کلوز کندل قبل جابجا بشه. که همونطور که عرض کردم به طور مفصل در ویدئوی جداگانه تمامی این موارد رو با مثال شرح دادیم. بخش دوم مربوط به آپشن ورود به معاملات بای قرار داره که شامل چند گزینه میشه. گزینه اول Open by Every Tick هست که اگه فعالش کنیم تعداد زیادی پوزیشن به ازای هر تیک قیمتی در هر کندل باز میکنه و اگر غیر فعالش کنیم فقط یک پوزیشن در هر کندل باز میکنه. گزینه دوم ترتیب سفارش‌دهی بر اساس شماره سیگناله که اگه فعالش کنیم اکسپرت به ترتیب از کوچکترین شماره تا بزرگترین شماره سیگنال رو در نظر میگیره. یعنی اول باید شرط شماره 1 اتفاق بیفته، بعد شرط شماره 2 اتفاق بیفته و بعد شرط شماره 3 و به همین ترتیب ادامه میده. ولی اگر غیر فعالش کنیم دیگه این ترتیب شماره سیگنال اولویت نداره و هر شرطی که زودتر اتفاق بیفته رو در نظر میگیره. به طور مثال اگر این گزینه فعال بشه، اکسپرت زمانی وارد پوزیشن میشه که اول شرط کراس RSI نسبت به سطح C اتفاق بیفته و بعدش شرط دوم یعنی کراس دو مووینگ 7 و 21 هم برقرار بشه، اون موقع وارد معامله بای میشه. ولی اگر این گزینه غیر فعال بشه دیگه ترتیب RSI و مووینگ واسهش فرقی نمیکنه. چه شرط RSI اول اتفاق بیفته و چه شرط مووینگ فرقی نمیکنه. یعنی هم پوزیشن هایی رو میگیره که اول شرط RSI و بعد شرط مووینگ اتفاق افتاده و هم پوزیشن هایی رو وارد میشه که اول شرط مووینگ و بعد شرط RSI اتفاق افتاده. گزینه بعد بررسی فاصله بین سیگنال ها در کندل های گذشته است. یعنی با انتخاب این گزینه به اکسپرت اجازه میدیم این تعداد کندل قبل رو بررسی کنه و اگر شرایط ورود رو داشت وارد پوزیشن بشه. به طور مثال اگر میخوایم فاصله بین سیگنال RSI و مووینگ حد اکثر 10 کندل باشه، این مقدار رو 10 میذاریم. با این شرط برای اکسپرت تعیین میکنیم اگر فاصله بین سیگنال RSI و مووینگ کمتر از 10 کندل بود وارد عمل بشه، ولی اگر بیشتر از این تعداد بود دیگه اکسپرت وارد عمل نمیشه. گزینه بعد فاصله بین باز شدن پوزیشن ها رو تعیین میکنه. یعنی به طور مثال اگر عدد 5 رو وارد کنیم دیگه اکسپرت تا 5 کندل بعد نسبت به پوزیشن قبل وارد معامله نمیشه، حتی اگر شرط ورود برقرار بشه که بهتر هر عددی که برای این قسمت تعیین میکنیم در این قسمت هم وارد کنیم و این دو قسمت رو یکسان عدد گذاری کنیم. بخش بعد مربوط به آپشن معاملات خروج از بای قرار داره. گزینه اول این بخش بسته شدن پوزیشن رو بر اساس تعداد کندلی که بهش میدیم تعیین میکنه. یعنی با این گزینه اکسپرت دستور خروج از پوزیشن رو جدا از شرطی که واسش تعریف کردیم صادر میکنه. به این صورت که ابتدا فعالش میکنیم و هر تعداد کندلی که مد نظرمون هست رو وارد میکنیم تا از معامله خارج بشه. به طور مثال اگر بخوایم اکسپرت بعد از یک کندل از معامله بای خارج بشه، این قسمت رو روی عدد 1 میذاریم و اگه بخوایم 2 کندل بعد خارج بشه روی 2 میذاریم و همینطور هر تعدادی که در نظر داریم رو وارد میکنیم.
گزینه بعد خروج از معامله بر اساس ترتیب شماره سیگنال شرط‌های خروجی هست که تعریف کردیم که عملکردش مثل همین گزینه بالاییه، با این تفاوت که این گزینه برای شرط‌های ورود به پوزیشن بای هست و این گزینه برای شرط‌های خروج از پوزیشن بای هست که اگه فعال بشه شرط‌های خروج رو به ترتیب شماره سیگنال در نظر میگیره و اگه غیر فعال بشه بدون هیچ ترتیب خاصی از پوزیشن خارج میشه. گزینه آخر هم مانند این گزینه بالا میشه فاصله بین سیگنال ها رو بر اساس تعداد کندل مشخص تعیین کرد که اگه تمامی شرط خروج در فاصله که تعیین میکنیم نسبت به همدیگه اتفاق افتادن از پوزیشن خارج بشه. در آخر برای اینکه تمامی این اطلاعات رو ذخیره کنیم روی دکمه سیو کلیک میکنیم. در منوی سل هم دقیقاً مطابق با منوی بای عمل میکنیم و از تمامی توضیحاتی که برای بای دادیم برای این منو هم میتونیم استفاده کنیم. امیدوارم این آموزش مورد پسندتون واقع شده باشه. موفق باشید.